در مدتی کمتر از 3 سال گذشته مقامات رسمی بیشتر از 4500 نفر را از حق شهروندی روسیه محروم کردند که در بین آنها شمار تاجیکستانی ها هم کم نیست. تقریبا نصف این مردم در 1 سال گذشته و بعد از سالهای دراز زندگی در روسیه از حق شهروندی محروم کرده شدند. همزمان به آنها گفته شده است که بار و بندشان را بگیرند و به وطن اصلی خود برگردند. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و پیش از برنامه از او نخست پرسیدم که سبب‌های اصلی از دست مثلا یک تاجیک گرفتن شناسنامه روسی چی بوده است؟ آمار تازه درباره محروم کردن خارجیان را ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه روز 11 آگوست اعلام کرده و سبب‌های آنها را نیز یک یک برشمرده است. وبسایت دومای دولتی از قول او نوشته است که بیشتر از 3000 نفر را با قرار دادگاه‌ها و برای جنایت در خاک روسیه از حق شهروندی محروم ساختند. شناسنامه 400 نفر را هم برای آن گرفتند که خود را در کمیساریات‌های نظامی روسیه ثبت نام نکردند تا در صورت ضرورت مثلا به جنگ اوکراین بروند. واقعا یکی از ویدیوهای مقامات روسیه سال 2024 نشر شد و نمایشکاران در آن ویدیو به یک جوان تاجیک میگفتند که شناسنامه‌اش را باید سپارد و به وطنش برگردد و همین ویدیو یکی از پربیننده ترین ویدیوها در میان مهاجران آسیای مرکزی و به خصوص مهاجران تاجیک در یوتیوب شده بود. در این ویدیو دیده می شود که چگونه پس از شنیدن شرح افسر اداره مهاجرتی روسیه جوان تاجیک با علم برای شناسنامه روسیه‌اش میگیرد و قول ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی در 300 مورد دیگر افراد محروم شده از حق شهروندی روسیه و عمل و یا حرکت‌های دست زدند که برای امنیت روسیه خطر داشته است، اما معلوم نیست این مردم چیکار کردند. در بین کوتاه و با حرف‌های بزرگ ویاچسلاو ولودین گفته است هر کسی که می‌خواهد شهروندی روسیه شود باید آن را محافظت کند، قانون‌هایش را رعایت نماید و زبان روسی را داند. سوال دیگر از همکارم این بود که آیا آماری دقیقی درباره محروم شدن شهروندان تاجیکستان از حق شهروندی روسیه وجود دارد و اگر چنین است شناسنامه‌های چقدری از آنها را برای ثبت نام نکردن در کمیساریات‌های نظامی از دستشان گرفتند؟ بله خیرامان، آمار دقیق و علیحده وزارت امور داخلی روسیه درباره محروم شدن زادگان تاجیکستان از حق شهروندی آن کشور وجود ندارد. وزارت فقط آمار عمومی را می‌آورد و هیچ چیزی درباره تابعیت این گروه مردم و به سبب کدام قانون شکنی یا جنایت محروم شدن از حق شهروندی روسیه را هم نمیگوید. از این آمار وزارت فقط فهمیدن ممکن است که چند نفر پس از سال 2023 بعد از قبول قانون نو درباره شهروندی روسیه از شناسنامه‌های روسی خود محروم شدند. در چند ماه اول تصویب قانون مقامات رسمی میگفتند که تا 1500 نفر را از حق شهروندی روسیه محروم کردند و در مدت 2.5 سال طوری که گفتیم شماره آنها از 4500 نفر هم گذشته است. ولی تخمین کردن ممکن است که تعداد تاجیکستانیان در بین این مردم کم نیست، زیرا در چند سال گذشته و پیش از سال 2023 بنا به آمارهای گوناگون بیشتر از 300,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفتند و قرارهای زیادی محروم شدن محض درباره آنها هم بوده است. یک سبب اساسی محروم شدن از حق شهروندی روسیه این بوده است که شهروندان تاجیکستان بعد از گرفتن حق شهروندی روسیه در مدت 2 هفته خود را در کمیساریات نظامی ثبت نام نکردند. بعد از قبول قانون نو در سال 2023 یک شرط حتمی پس از شهروندی روسیه شدن این است که در مدت 2 هفته در اداره‌های وزارت دفاع همچون نیروی ذخیروی انسان باید ثبت نام شود. هدف ثبت هم آن است که در صورت ضرورت هر نفر از جمله زاده تاجیکستان را که هم تابعیت وطن خود و روسیه را دارد به جنگ اوکراین یا هر عملیات دیگری نظامی برند. اگرچه مقامات روسیه سال 2023 میگفتند که هدف از تغییر قانون درباره شهروندی روسیه سخت‌تر کردن معیارهای پذیرفتن خارجیان به صف شهروندان کامل حقوق این کشور بود، ولی سبب اساسی را همان جنگ اوکراین می‌دانند که روسیه برای پیشبرد آن به سرباز احتیاج دارد. آنگونه که می‌دانیم بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین صدها نفر از شهروندان تاجیکستان که تبعی روسیه هم بودند با زوری یا اختیاری به این جنگ رفته و کشته و زخمی شدند. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره محروم شوی مهاجران و به ویژه زادگان تاجیکستان از شهروندی روسیه معلومات داد. بینندگان ارجمند اگر شما هم در این باره نظری دارید به سامانه رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی نویسید.